سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من ریحانه هستم و صدای من را از استودیو نوت به نوت میشنوین. همراهان عزیز پادکست 1001 شب بهتون خوش آمد میگم و بسیار خوشحالم که قراره با همدیگه از قصه های 1001 شب لذت ببریم. توی این پادکست بخش اول داستان 1001 شب رو برای شما تعریف خواهم کرد و قبل از اون خیلی مختصر براتون توضیح میدم که چرا این کتاب رو انتخاب کردم. و اما در رابطه با کتاب 1001 شب، جناب محمد بهارلو میگن که در 1001 شب سخن گفتن مساوی با زندگی و سکوت برابر با مرگه. اگر بتونی قصه بگی زنده میمونی. قصه گفتن یا حدیث ساختن نوعی اعتراف کردن و وصیت گذاشتنه. یه جور بیانیه پیش از مرگه. قبل از مرگ زیر تیغ به هر کس مجال داده میشه که قصه بگه و با قصه گفتن جان خودش رو از مهلک در ببره. قصه گفتن حق محترمیه، نه فقط شهریار خونریز بلکه حتی افریتی که بچهش به تصادف و به سهو کشته شده به کشنده فرزند خودش مجال قصه گفتن میده. جلوتر که بریم خیلی بهتر متوجه صحبت‌های من میشین و وقتی که با شهرزاد آشنا بشین و همچنین با شهریار بهتر درک خواهین کرد که چرا قصه گفتن میتونه شما رو از موقعیت‌های بد و حتی از مرگ نجات بده. 1001 شب یکی از کتاب‌های ارزشمند هم از نظر داستانی و هم از نظر تاریخیه. این کتاب در دل داستان اصلیش داستان‌هایی با موضوعات مختلف هم مطرح میکنه. خیلی وقتا در رابطه با این صحبت میشه که آیا اصلیت این کتاب مربوط به کشور ایرانه یا خیر؟ اینکه اصلیت این کتاب مربوط به کدوم کشور هست رازیه که مانند داستان‌های داخلش روایتی از افراد مختلفه. جناب بهرام بیضایی یکی از هنرمندانی هستند که در این زمینه کار کردند و در جواب به شرق شناسانی که ریشه 1001 شب رو به اعراب یا یونانیان نسبت میدن اما از ایرانی بودن اون سخنی به میان نمیارن اینجوری پاسخ میدن. میگن که 1001 شب اصلیت ایرانی داره، چرا که داستان اصلی یا داستان بنیادین اون ایرانیه و داستان اصلی هم داستان خود شهرزاد و شاه شهریار هست که در ادامه و بخشی از اون رو در همین پادکست اول خدمتتون خواهم گفت. برای معرفی کتاب شما ناچارین که داستان بنیادین رو تعریف بکنین. حرف جناب بیضایی این هست که تصور کتاب 1001 شب بدون همین قصه اصلی یا چنان که اون دوست داشت بگه قصه بنیادین ممکن نیست. شما میتونین هر قصه دیگری رو از 1001 شب حذف کنین و هیچ اتفاقی نمیفته و به کتاب آسیبی نمیرسه. اما اگر داستان اصلی یا به قول جناب بیضایی داستان بنیادین رو حذف کنین هویت کتاب از دست میره. به نظر من اصلا مهم نیست که شهرزاد اهل کدوم تبار بوده یا اینکه واقعا مربوط به کشور ایران هست قصه هایی که داخلش بیان میشه یا خیر. داستان های 1001 شب در طول سالیان زیاد نسل به نسل بازگو شده و هر تبار و قومی داستانی رو به اون اضافه کرده و رنگ و بویی به اون بخشیده و داستان سرزمین خودش رو در دهان شهرزاد قصه گو گذاشته و به جهانیان عرضه کرده. چیزی که مهمه اینه که ما میتونیم الان قصه ها رو بخونیم و از فضایی که برای ما ایجاد کردن لذت ببریم.
نکته جالب برای من که باز هم یکی از دلایلی بود که این کتاب رو انتخاب کردم تا برای شما قصه گویی کنم این هست که در 1001 شب موضوع اصلی زن هست. زنان تقریبا در تمام داستانها نقش دارن و حتی گاهی بعضی از داستانها رو نیز اونها پیش میبرن. البته متاسفانه از ابتدای داستان زن به عنوان موجودی خائن معرفی میشه که با برده‌ای سیاه ارتباطی نامشروع برقرار میکنه. برای نمونه شهریارشاه و شاه زمان مچ همسران خودشون رو در حین خیانت میگیرن. بدتر از همه اینها این که زن در برخی داستانها تا جایی پیش میره که میخواد همسر خودش رو کنار بذاره و اون رو فریب میده و گاهی در بعضی قصه ها داریم که همسر خودش رو به سنگ تبدیل میکنه، مثل داستان تاجر و اهریمن یا در داستان گناهکار و اهریمن که ساق پاهای شوهرش رو به سنگ تبدیل میکنه. خیلی وقتها با زنانی مواجه میشیم که افسونگرن، جادوگرن یا خائن هستن و تصور خیلی بدی از خانومها رو از این کتاب دریافت میکنیم. اما فی المجموع چیزی که مهم هست اینه که قهرمان اصلی داستان یعنی شهرزاد زنی مدبر، شجاع و دلاور و حتی عاشق پیشه، هنرمند و اهل قلمه و با ورودش به داستان همه چیز رو تغییر میده و تصور مردم رو هم نسبت به زنان عوض میکنه. این خیلی مهمه، چرا که در اون زمانها واقعا زنها موجودات خیلی ارزشمندی تلقی نمیشدن. حالا جلوتر که بریم من خیلی بیشتر براتون با جزئیات بهتری توضیح میدم. ممکنه که تصمیم بگیرم حتی در رابطه با خود کتاب 1001 شب، تاریخچه اون و شخصیت‌هایی که توی این کتاب هست و از جنبه‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف، هنرمندانی که در رابطه با این کتاب صحبت کردن، یک پادکستی جدا تهیه بکنم که اگر که شما به این حوزه هم علاقه‌مند هستین بتونین اطلاعات خوبی در این رابطه داشته باشین. اما بیشتر از این در این رابطه صحبت نمی‌کنم، چرا که این پادکست خیلی طولانی میشه و میدونم که منتظرین در رابطه با قصه بدونین. این نکته رو هم بگم که من به هیچ عنوان کتاب رو روخوانی نخواهم کرد. شما هرگز چنین چیزی رو در این پادکست ها نخواهید شنید، بلکه با ادبیات عامیانه و با زبان ساده به عنوان یک دوست براتون قصه خواهم گفت. حتی گاهی اوقات باهاتون شوخی خواهم کرد، حتی گاهی اوقات در قصه ها یک سری از مسائل رو باز خواهم کرد و نکات جالبی رو براتون بیان خواهم کرد. امیدوارم که دوستان عزیزم که اهل ادبیات و هنر هستن از این سبک بیان من ناراحت نشن و سعی کنن فقط لذت ببرن و امیدوارم که با این کار بتونم افراد بیشتری رو به قصه های 1001 شب و قصه های از این قبیل علاقه‌مند کنم. خیلی ممنونم که با من همراه خواهید بود. سبک متفاوتی از قصه گویی با زبان ساده رو خواهید شنید. پیام‌های اخلاقی قصه ها گاه مربوط به بیش از 1000 سال پیشه و ممکنه که اون پیام‌ها به درد انسان قرن 21 نخوره. خب من بعضی از قصه ها رو از این کتاب و توی این پادکست ها حذف میکنم یا بعضی جاها که لازم هست براتون یک سری توضیحاتی ارائه میکنم که بهتر بتونین با کتاب و قصه های اون ارتباط برقرار کنین. کتاب 1001 شب نویسنده خاصی نداره، در طول زمان تکمیل شده و داستان‌هایی به اون اضافه شده. مجموعه‌ای از قصه های یونانی، هندی و ایرانی که عرب‌ها هم تا حدی اون رو دستکاری کردن. این نکته لازم بود که بیان بشه، چرا که اعراب برای اینکه رنگ و بوی عربی هم بهش بدن اسم بعضی از پادشاه‌های قصه ها رو تغییر دادن که در ادامه و در طول قصه ها بیشتر براتون توضیح میدم که کدوم داستان و کدوم پادشاه. کتاب 1001 شب در قرن 10 میلادی به این صورتی که ما میشناسیم در مصر تدوین شد و بعد از اون
در قرن 12 میلادی به زبانهای فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و روسی ترجمه شد و یکی از بهترین کتاب‌ها در بین کتاب‌های ادبی جهانه و با اینکه ریشه و منشأ ایرانی داره اما متاسفانه با نام شب‌های عربی در زبانهای خارجی مشهور شده. اجازه بدین توی پرانتز بگم که این کتاب در سبک نویسندگی در غرب و در سینمای هالیوود هم تأثیر داشته. اولین نشان از این کتاب به زبان فارسی رو در زمان بهمن میرزا، پسر عباس میرزا میبینیم. عباس میرزا رو هم اگر یادتون نمیاد باید بگم که پسر فتح علی شاه بودن. فتح علی شاه رو اگر یادتون نمیاد دیگه خب واقعا تاریختون ضعیفه، از دست منم کاری بر نمیاد. عباس میرزا آدم خیلی شجاعی بوده و خیلی از کارهایی که ما به امیر کبیر نسبت میدیم توسط عباس میرزا شروع شده، مثل اعزام دانشجو به خارج، صنعت چاپ و غیره. بهمن میرزا این کتاب رو به آقای عبداللطیف تسوجی سپرد که اون رو از عربی به فارسی ترجمه کنه و 4 سال طول میکشه تا این کتاب به زبان فارسی ترجمه بشه. در این کتاب ما قصه های متفاوتی داریم، از جن و پری تا قصه های واقع گرایانه، قصه های عاشقانه و غیره. همونطور که خدمتتون گفتم موضوع اصلی کتاب ضدیت با زن هست و باید بدونیم که این حکایت ها نگرانی ذهنی مردم اون دوره ها رو نشون میده و تبعیض‌های شدیدی که بین زن و مرد وجود داشته و اجازه بدین عنوان کنم که این دغدغه ذهنی خود من هم بوده و هست. خب بریم سراغ داستان اصلی. قصه 2 شاهه که برادر هم دیگن. اسم برادر بزرگتر شاه زمانه و فرمانروای سمرقنده و اسم برادر کوچیکتر که شخصیت اصلی داستان ماست شهرباز یا به روایتی شهریاره و فرمانروای جزایر هند و چینه. داستان در زمان ساسانیان مطرح میشه. اگر براتون سواله که چرا فرمانروایی چین و هند رو دارن و اون یکی برادر هم فرمانروایی سمرقند رو داره و جزئی از ایران محسوب میشن، بعد بهتون بگم که همونطور که گفتم در زمان ساسانیان این قصه اتفاق میفته و در اون زمان ایران وسعت خیلی زیادی داشته. این 2 برادر 20 سال بوده که بر سرزمین خودشون حکومت می‌کردن و همدیگر رو هم ندیده بودن. شهریار که برادر بزرگتر هست و به عدل و داد و دلیری هم معروفه، روزی اعلام میکنه آقا ما دلمون برای برادرمون تنگ شده و وزیر خودش رو میفرسته پیش شاه زمان در قندهار تا اون رو دعوت کنه که به دیدنش بیاد. شاه زمان دستور پادشاه رو اطاعت میکنه و اعلام میکنه که چادرها رو ببرن جلوتر چادر بزنن تا خودش هم آماده بشه و وقتی بین راه میخواد استراحت بکنه همه چیز فراهم باشه. خلاصه که گروهی جلوتر از پادشاه حرکت میکنه و خود پادشاه هم همراه چند سرباز به راه میافتن. 1 روز یا در کتاب میگه 1 منزل، یعنی همون 1 روز. 1 روز دور شده بودن که شاه زمان یادش میاد ای وای من، قرار بود برای برادر بزرگترم 1 الماس به عنوان هدیه ارزشمند بیارم و میبینه که هدیه رو توی قصر جا گذاشته. با 2 تا از سربازاش برمیگرده به قصر که جواهر رو برداره، اما میبینه اون چیزی رو که نباید ببینه. میبینه همسرش با 1 غلام زنگی سیاه در رابطه است. عصبانی میشه، همونجا شمشیرش رو در میاره و همسرش و غلام رو به 2 نیم تقسیم میکنه. بعد حرکت میکنه و به سمت سپاه خودش میره تا با هم به پیش شهریار برن، یعنی به چین.
بالاخره شاه زمان نزد برادرش میرسه. چند روزی رو با هم دیگه سپری میکنن، اما در تمام این مدت اون در ناراحتی و غم به سر میبره، چرا که همسرش رو خیلی دوست داشته و با هم دیگه رابطه عاشقانه‌ای داشتن، اما یه دفعه دیده که همسری که واقعا عاشقش بوده و اون رو بانوی پاکی میدیده به اون خیانت میکنه، اونم با یه غلام زنگی، و خودش با دستان خودش مجبور میشه شخصی رو که معشوقه اون هست به قتل برسونه. تمام این داستان‌ها و در کنار اون تفکراتی مثل این که خدای من چه اتفاقی افتاد، من کجا رو اشتباه کرده بودم، چه چیزی برای همسر خود کم گذاشته بودم، توی اداره حکومتم و توی اداره قصر خودم چه اشتباهی کرده بودم، ذهن شاه زمان رو مشغول میکنه و باعث میشه که از خودش و از شرایط و از همه چیز متنفر و ناراحت باشه. برادر بزرگتر ناراحتی شاه زمان رو متوجه میشه، نزد اون میاد و میگه برادر، من تو رو غمگین میبینم، چه اتفاقی افتاده؟ شاه زمان پاسخ میده نمیتونم بگم برادر، لطفاً از من نپرس، غم من بزرگتر از اون چیزی هست که بخوام الان سخن بگم. شهریار قصه ما که میبینه برادرش حالش بده و هیچ جوره شروع نمیکنه به حرف زدن، تصمیم میگیره که اونو ببره شکار. برنامه شکار رو میچینه، بقیه رو آماده میکنه و به برادرش میگه برادر، امروز قراره با هم بریم به نخجیر و خودت رو برای شکار آماده کن. اما باز هم شاه زمان پاسخ منفی میده و میگه برادر، من اصلاً حالم خوب نیست، حتی حوصله شکار کردنم ندارم. شهریار میگه ای بابا، برنامه کرده بودیم که نمیای؟ خب باشه نیا، پس خودمون تنها میریم، تو توی قصر بمون، با خودت خلوت کن، شاید حالت بهتر شد. شهریار با سپاهش راهی شکار میشن و شاه زمان توی قصر تنها میمونه. توی ایوان قصر نشسته و داره به منظره حیات نگاه میکنه و با خودش فکر میکنه که ناگهان صحنه عجیبی میبینه، صحنه‌ای که به کل ماجرا رو عوض میکنه. و اما فکر میکنین که شاه زمان چه دید؟ دید که در حیات قصر که بسیار وسیع و بزرگم هست و کلی دار و درخت داره، همسر برادرش با نزدیک 20 کنیز و در کنار هر کنیزی غلام سیاهی اومدن و لب استخر که رسیدن جامه هاشون رو در آوردن و عریان در میان آب رفتن. این صحنه رو که دید در میان آب همسر برادرش داره با یک غلام سیاه شوخی و نزدیکی میکنه، شروع کرد به خندیدن. گفت ای بابا، پس نه، من تنها نیستم، همسر بقیه هم بهشون خیانت میکنن. یعنی چی؟ یعنی مشکل از من نبوده، مشکل از چیه؟ از خانوما. حالا اینکه چرا همیشه همه خانوما توی این قصه دارن با یک غلام سیاه خیانت میکنن من نمیدونم، و اینکه چرا شاه زمان با دیدن خیانت فقط 2 خانوم به این نتیجه رسید که همه خانوما خیانتکارن، در مورد اونم ایده‌ای ندارم. ولی نکته مهم اینه که در این لحظه شاه زمان حالش خوب شد. گفت آقا، من تنها نیستم، مشکل از من نیست. اگر همسر من به من خیانت کرد به خاطر این نبود که من کار اشتباهی کرده بودم، چرا که همسر برادرم هم داره بهش خیانت میکنه، اونم با یه غلام سیاه. اجازه بدین قصه رو همینجا نگه داریم و اگر میخواین بدونین که چه اتفاقی افتاد، شاه زمان خیانت همسرش رو پذیرفت یا نه، شهریار همینجوری خوشحال موند، چه بلایی سر همسر شاه زمان میاد که بهش خیانت کرده، غلامای زنگی چی میشن؟ پاسخ تمام این سوالات رو میتونین توی پادکست بعدی بگیرین.
داستانی که شنیدین از کتاب قصه های 1001 شب بود. همکارانم رو به شما معرفی می کنم. صدا بردار علی اقبال، تدوینگر رضا توریهی، گوینده ریحانه زارعی، تهیه شده در استودیو نوت به نوت. برای دسترسی کامل به کلیه قسمت‌های قصه های 1001 شب و همچنین داستان‌های متفاوت دیگر به وبسایت ما به آدرس www.notbenot.com مراجعه کنید.